درود. امروز جمعه 8 январи 2021 سال است و نشر خبری را مستقیما روی موج رادیوی موجر میشنوید. در شهر رستاف لابدون کارمندان پلیس در جایهای بودوباش و کار مهاجران مینتی را گذراندند. با در نظر داشت اطلاع فوری کارمندان ریاست مهاجرت سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت رستاف در یک جایگاه با کارمندان فوری خدمات امنیت منطقه همچنین با شرکت دسته تعینات مخصوص روسکوارد رید یا خود چرابینی‌های مقصدناک را اوید تطبیق قانونگذاری مهاجرت راه اندازی نمودند. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات پلیس این ولایت. در دوره چراهای نظارتی و سنجشی در بین مهاجران مینتی، کارمندان پلیس سنجش را از بناهای ساخته شونده حدود ناحیه میاسنیکوفسکی ولایت رستاف شروع کردند. در نتیجه کارمندان مقامات حفظ حقوق 63 نفر شهروندان خارجی را که باعث بناکار در این ساختمان کار می‌کردند تفتیش نمودند که 3 نفر آنها ساکنان کشورهای خارجی بودند. در نتیجه چرابینی‌های سنجشی پلیس 12 حالت دخالانه ویرانکنی قانونگذاری مهاجرت را معین کرد که نسبت ویران کنندگان قانون از روی طلبات قسم 1 ماده 18 پریم 10 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری فدراسیون روسیه بودوباش غیرقانونی شهروند خارجی یا شخصی به شهروند در فدراسیون روسیه سندهای حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شدند. همچنین اطلاع داده می شود که نسبت به کارفرمایان و مالکان شرکت‌های ساختمانی 12 سند تفتیشاتی مأموری طبق قسم 1 ماده 18 پریم 15 و 18 سند دیگر تفتیشاتی مأموری طبق طلبات قسم 3 ماده 18 پریم 15 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری فدراسیون روسیه جلب غیرقانونی شهروند خارجی یا شخصی به شهروند برای کار در فدراسیون روسیه پرونده‌های مأموری آغاز کرده شده است که کارفرمایان را در این راستا جریمه‌های هنگفت انتظار است. در ولایت سمر پلیس مردی را بازداشت کرد که در ویران کردن قانون‌های مهاجرت گمانبر دانسته می‌شود. مقرر کرده شده است که ماه سپتامبر سال 2020 یک ساکن محلی سال تولدش 1975 غیرقانونی 62 شهروند خارجی را از کشورهای آسیای مرکزی در منزل خود به قید گرفته است که این در منزل خود به طور غیرقانونی به قید گرفته است. صاحب ملک از آن آگاه بوده است که 62 مهاجر در قید گذاشته شده در منزل او زندگی نمی‌کنند و ثبت غیرقانونی آنها را بهره فایده پولی به دست آوردن انجام داده است. اطلاع می‌دهد دفتر مطبوعات سرریاست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه به ولایت سمر تاکید می‌کرد که این ساکن محلی از جانب کارمندان پلیس بارها درباره ویران کردن طلبات قانون‌های مهاجرت و طبق خطی آگاهی گرفته بود، اما وی با وجود این قانون‌ها را ویران کرده مهاجران مهنتی را در منزل زیستش غیرقانونی برای عوض مبلغ ثبت رسمی می‌کرده است. این زمان در شعبه تفتیشاتی ریاست وزارت کارهای داخلی روسیه اوید به شهر تلیات نسبت گمانبر شده با دلیل جنایت در ماده 322 پریم 3 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه ثبت نام تقلبی شهروند خارجی یا شخصی به شهروندی در جای بودوباش در روسیه پرونده جنایی آغاز کرده است. ماده مذکور حد اکثر جزا را در نمود محروم ساختن از آزادی و مهلت تا 3 سال پیش بینی می‌کند. شما خبرهای این ساعته روز را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. در روزهای اول سال نو میلادی در جمهوری اسلامی فدراسیون روسیه و شهروندان خارجی شناسنامه‌های روسیه در وضعیت تنتنه سپرده شد. مراسم سپردن شناسنامه‌های روسیه با قبول سوگند آغاز یافت. خارجیان سوگند یاد کردند که کنستیتوسیا و قانونگذاری فدراسیون روسیه حقوق و آزادی‌های شهروندان خود را حمایت می‌کنند، رعایت می‌کنند، وظیفه‌ها را به منفعت دولت و جامعه اجرا می‌نمایند، آزادی و استقلالیت را حمایت می‌کنند، به روسیه صادق باشند، فرهنگ، تاریخ و عنعنه‌های آن را احترام کنند. سردار ریاست کارهای مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اوید به جمهوری اسلامی ایلدار حسن‌الدینوف و 16 نفر شهروندان سربیا، جمهوری مالی، ترکیه، اوکراین، ارمنستان، آذربایجان و قزاقستان حجت اساسی معین کننده شخصیت شناسنامه فدراسیون روسیه را سپرده است. وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه به جمهوری اسلامی در همین حال خبر می‌دهد که حالا در ریاست و شعبه‌های مهاجرت یعنی منطقه نزدیک 10,000 عریضه شهروندان در بررسی است که از این شماره 15% برای گرفتن اجازت برای اقامت موقت RVP، قسمی برای گرفتن اجازت VNG و باقی مانده برای
شدن شناسنامه روسیه به این نهاد مراجعت نمودند. در بین نفران عریضه دادن شهروندان اوکراین، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، آذربایجان، مولدووا و تاجیکستان و ازبکستان نیز هستند. شما خبرهای مهاجرت در روی موج رادیو مهاجر مستقیما میشنوید. در دوام سال 2020 خدمات فدرالی سود اجراتچیان روسیه بیش از 10,000 شهروندان خارجی را از روسیه اخراج نمودند. در این باره دفتر مطبوعات خدمات فدرالی سود اجراتچیان فدراسیون روسیه خبر میدهد شماره شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی که واقعا از فدراسیون روسیه بر اساس قرار دادگاه ها خارج کرده شدهاند 10,775 نفر را تشکیل میدهد. گفته شده است در مواد اطلاعیه خدمات فدرالی سود اجراتچیان فدراسیون روسیه طور معین کرده شده است در بین شهروندان خارجی اخراج شده از روسیه در 11 ماه سال 2020 40 نفرشان را نابالغان در بر میگیرند. علاوه می‌گردد که در ماه دکمبر سال 2020 2504 نفر شهروند خارجی باید از فدراسیون روسیه اخراج کرده شدند که 595 نفر آنها در مؤسسه‌های مخصوص حالا نگهداری می‌شوند. در مقایسه با سال 2019 در سال 2020 شماره خارجی‌هایی که از جانب سودها حکم اخراجشان برآورده شده‌اند به طور نظر از کاهش یافته است. تنها در 9 ماه سال 2019 سود اجراتچیان فدراسیون روسیه 26000 شهروند خارجی را از قلمرو این کشور مجبورانه اخراج نموده بودند. طور قبلا از مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه خبر داده بودند شماره خارجیان در روسیه از سبب پاندمی سال گذشته به طور نظر از کاهش یافت. در سال 2020 شماره شهروندان خارجی در روسیه تقریبا 6 میلیون نفر را تشکیل داد که از آنها 1 میلیون نفر اجازه‌نامه استقامت موقتی یا اجازه برای استقامت دارند. تا شروع پاندمی همه ساله در روسیه از 9 تا 11 میلیون شهروند خارجی کار و زندگی می‌کردند. آخرین خبرهای امروزه تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید.